شیخ محمد صالح پوردل اتفاقا یه 2 ماه پیش امرایشان گپ زدم و چندین بار تصمیم داشتم که برم ایران امرای شیخ صاحب ببینم. امرایشان گپ زدم، باورم نمیامد که من امرای شیخ محمد صالح پوردل گپ بزنم و از پیشش دعا خواستم و برشان گفتم که شیخ برای ما دعا بکنه. ما تک گپای استاد شیخ محمد صالح پوردل یادم است. خوب یادم میاد که اولین بار برنامه شیخ محمد صالح پوردل شنیدم. 1 ماه مکمل در ماه مبارک رمضان گوشکی در گوشم. اگه بیرون میرفتم شیخ صاحب میشنیدم، اگه داخل می آمدم حتی یگانه دعوتگری که ما به حد و به اندازه به گپاش گریه کردم شیخ محمد صالح پوردل است. نمیفهمی آدم در گپای خود چی جادو داره. وقتی شروع میکنه گریه میکنه دیگه قلب است که برش طاقت بکنه. در هر جای دنیا کسی من نمیفهمی ویدیو مر شیخ صاحب میبینه یا نمیبینه. شکر که است و انشالله که مثل خودت بازارها نفر دیگه پیدا شه به میلیون ها.